الرحیم. خب در این جلسه رسیدیم به قسمت دوم از داستان ابو حذیفه ابن عتبه، پسر عتبه ابن ربیعه، برادر شیبه ابن عتبه، برادر هند بنت عتبه، به قول معروف برادر زن ابو سفیان به اصطلاح ما. و اشاره هم به این کردیم که این بالاخره موقعیت و قبیلگی ایشون، شرایطی که داشت، خب بالاخره همه سران و بزرگان قریش بودن. حتی گفتیم که پدر ایشون وقتی با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم صحبت میکرد به عنوان عاقل ترین فرد شناخته میشد و با درایت سعی کرد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو به هر طریقی شده دستکاری کنه، دست از دعوت الهی برداره، دست از توحید برداره. قدرت میخوای، شهرت میخوای، ثروت میخوای، کمبودهای اخلاقی، روحی، همه رو ما برات جبران میکنیم، تو رو به پادشاهی میرسونیم، تو رو به هر چه بخوای میرسونیم، اما تو دست از این کار بردار. بالاخره بین ما اختلاف شده، خوابهای ما به هم خورده، جوانهای ما نسبت به آبا و اجداد خودشون، آیین خودشون دچار شک و تردید شدن، ایراد میگیرن. اما گفتیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در جواب گفت که من برای این نیومدم که قدرت بگیرم، شهرت بگیرم، ثروت بگیرم، غم و اندوهای گذشتم رو برطرف کنم، دنبال این و اون و اون باشم، بلکه خداوند من فرستاده تا شما و مردم رو از تاریکی، از جهالت، از شرک، از خرافات، از ستم، از بدبختی، از بردگی در برابر دیگران نجات بدم، شما رو به سوی خدا بیارم، به سوی نور بیارم، به سوی خوشبختی بیارم، به سوی سعادت بیارم، به سوی توحید بیارم. اما خب نمیشنیدم. اما ابو حذیفه ما اشاره کردیم جزو سابقین اولین هست، همسر ایشون هم همینجوری، سهیله بنت سهیل ابن عمرو هم جزو کسانیه که مسلمان شده و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خب وقتی که دید یارانش این گونه در سختی و عذاب و مشکلات هستن، به اینها گفت خب شما برید به سرزمین حبشه. در سرزمین حبشه پادشاهیه که امید میره انشالله در اون پادشاه براتون گشایشی پیش بیاد و در اونجا ظلمی به شما نخواهد شد. خب ابو حذیفه هم این سفارش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو میپذیره و ایشون خب یک هجرت میکنه به حبشه با همسر خودش، با سهلت ابن سهیل، ببخشید من گفتم سهیل، سهلت ابن سهیل هجرتی میکنه و بعد دوباره حتی ایشون خبر شده بودن اهل حبشه که بیاین که مکه همه مسلمان شدن، میان باز میبینن نه خبری نیست، دوباره ایشون خب میاد به مکه میبینه خبری نشده و شایعاتی بوده، بالاخره توطئه هرچی بوده دوباره برمیگرده و دوباره باز در جریان هجرت به مدینه ایشون جزو کسانیه که به مدینه هجرت میکنه تا کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم باشه، کنار حقیقت، نه کنار پدرش عتبه ابن ربیعه، نه کنار اشرافیت و بزرگان جاهلی و قریش و اون ثروت و غرور، بلکه کنار هدایت و برنامه الهی. اما واقعیت اینجا اتفاق همینجوری نیست. خب ایشون نگاه کنید، یک فرد ممکن از یک قبیله دیگه مسلمان شده و ارتباط خانوادگی نداره، اما ایشون با خانواده‌ای در خانواده قرار داره، کل اون خانواده در سطوح اولیه و سطح اولیه، سطح‌های اولیه مقابله با اسلام هستن. در هر صورت ایشون کنار پیامبر قرار میگیره در مدینه، سختی‌های زندگی رو قبول میکنه، فقط و فقط برای توحید، از هر گونه شرک و خرافات و بدبختی و بردگی خودش خارج میکنه تا بتونه از این هدایت الهی بهره مند بشه. اما خب شرایط اینجوری نمیمونه تا اینکه ما میبینیم که شرایط به گونه‌ای قرار میگیره که واقعا نمیشه پیش بینی کرد. حالا ما بهش اشاره خواهیم کرد. ایشون خب غلامی داره به نام سالم که این سالم هم گفتیم که جزو شخصیت‌ها و رجال صحابه هست و خداوند پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بین ایشون و بین عباد ابن بشر هم که از انصار هست پیمان برادری پیامبر برقرار میکنه که خداوند از ایشون و این صحابه بزرگوار رو همه راضی باشه. طبیعیه که ابو حذیفه منزلت و جایگاه خاصی بین صحابه و یاران پیامبر داره، نزد خود پیامبر داره و از همه مهمتر ایشون در اون جناح نظامی قرار میگیره که ابو حمزه سید الشهدا هستش. معروفه که ایشون یکی از افراد اون لشکر مثلا حمزه سید الشهدا به حساب می اومد و در مواقعی که قرار بود مثلا در جریان سپاه سریه عبدالله ابن جحش، این هم در اون جریان هست، در جریان نخله هست، در جریان بدر هست و موارد متعددی که ابو حذیفه درش شرکت داره. اما یکی از سخت‌ترین آزمایشات زندگیش جنگ بدر هست. در جنگ بدر در برابرش کی قرار گرفته؟ پدرش.
در برابرش کی قرار گرفته؟ برادرش قرار گرفته. در برابرش کی قرار گرفته؟ قوم و خویشای نزدیکش قرار گرفتن. خب اونها پیروان شیطان، اینها پیروان الله. اینها اومدن برای نابودی مسلمانان و خوشحالند و دفها رو میزنند و شادمانی میکنند، شرابها رو مینوشند و شترها رو قربانی میکنند و کباب میخورند که به اون که دیگه امروز این مسلمان هایی که داره از نظر عده و عده کمن همشون رو قتل عام بکنن. بله، عتبه ابن ربیعه پدر ابو حذیفه در رأس این جریان هست، برادرش در رأس این جریان هست، شیبه ابن عتبه. و خب این صحنه رو داشته باشید، در این ور ابو حذیفه در سپاه مسلمانان قرار گرفته و صحنه نبرد وقتی آغاز میشه، وقتی که اینها میان، چون میدونی که در ابتدا مثلا چند نفر میومدن بیرون حلب مبارز میخواستن، عتبه میاد، شیبه میاد، این حلب مبارز میخواد. انصاری ها میان میگن نه از شما نمیخوایم، از خودمون میخوایم. ابو حذیفه میگه رسول الله من اجازه بده، میگه نه تو باش. حمزه ابن عبدالمطلب یا حمزه سید الشهدا هست، حضرت علی هست، جز اون کسایی که میره، عبیده ابن حارث هست که اینها در برابر اونها قرار میگیرن. خب این جنگی که شرایط کاملا مشخص است که دو جنگ حق و باطله، یعنی فاصل هست. جنگ بدر جنگیه که بین حق و باطل رو فاصل مشخص میکنه و خوبی و بدی رو همه رو معین میکنه. در مغازی نقل کرده واقدی، میگه عتبه ابن ربیعه وقتی که دعوت کرد که کسی بیاد براش حلب مبارز داد، پسرش ابو حذیفه اومد گفت من با تو میجنگم. رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت نه تو بشین. بعد که حتی میگه یک شخصی که اونجا بودی فقام فلما قام الیه النفر اعان ابو حذیفه ابن عتبه علی ابیه به ضربتن، حتی وقتی که پدرش رو میخواستن بکشن اون شخص رو یاری کرد در اینکه این پدرش رو بکشه، که موردی که اونجا مغازی نقل کرده. ابن اسیر، ابن عبدالبر و دیگران هم آوردن که وقتی که ابو حذیفه فرا خونده شد به مقابله با پدرش در جنگ بعد، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مانع این شد و این خبر حتی وقتی که به هند به خواهرش رسید شروع کرد در اشعاری اون رو مذمت کردن و بعد به حالش گفتن. خب زمانی که خب هند هنوز مسلمان نشده. نکته‌ای که در اینجا قابل اهمیته، نکته این هست که ابن عبدالبر وقتی اشاره میکنه میگه بل کان من خیر الناس فی الدین، ابو حذیفه بهترین انسان در دین و در دیانت بود. از اونجایی که واقعا اون تشخیص داد این جریان رو، و هند اگر در اون روز این اشعار رو در مورد ابو حذیفه گفت اون نمیفهمید، ولی بعدها هند که اسلامش کامل شد متوجه شد که واقعا تفاوت ایمان با این کفر در چه هست، اون هم در اون شرایطی که اونها به سوی بهشت اینا رو دعوت میکردن، اینا اونها رو به سوی جهنم دعوت میکردند و بدبختی که وجود داشت. مواردی که خب در اینجا نقل میشه در جنگ، رو میدونی که در این جنگ بدر هم عتبه کشته شد، هم شیبه کشته شد، هم بسیاری از سران قریش کشته شدن و اینها هر کدوم در شرایطی قرار گرفتن. بعد پیامبر اینها اجسادشون هم در کلیب بدر انداختند و حتی پیامبر اونجا اشاره کرد دیدید که وعده‌ای که پروردگار داده بود وعده حق بود. نکته‌ای که اینجا وجود داره، میگن که ابو حذیفه یه مقداری بالاخره ناراحت شد دیگه. اون صحنه درسته که پیروزی مسلمانان سبب شادمانی بود، اما دید پدرش و برادرش مردن و در چاه افتادن و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از این وقتی خبر شد گفت که شاید به خاطر پدر چیزی در قلبت اومده. نگاه کنید، ایشون گفت نه یا رسول الله، من در اینی که پدرم کشته شده و ایشون با شرک مرده فلان من هیچ شکی ندارم، مهم نیست. اما پدر من آدم عاقلی بود، آدم فهمیده بود. من امیدوار بودم پدرم حقیقت اسلام رو بفهمه، امیدوار بودم راه درست رو بفهمه و امروز این گونه نشه که جهنمی بشه، به این بدبختی و به این فلاکت بیفته. این من رو یه مقداری نگران میکنه. رسول خدا صلی الله علیه وسلم اینجا بود که براش دعا کرد برای ابو حذیفه و گفت انشالله برات خیر هست. وقت این حالتی که داری حالت ایمان هست. هر کسی دوست داره پدر و مادرش نجات پیدا بکنن و خب ایشون دوست داشت که پدر برادرش اینها ایمان بیارن، که تقدیر الهی این گونه بود که بالاخره اینها بر شرک مقاومت کردند و سرانجام خیلی بالاخره ننگین و زشتی هم داشتن و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم در این مورد بالاخره ایشون رو دلداری میده. موارد جالب دیگری رو هم حتی ذکر میکنن در مورد این مسئله که حالا مطرح شده، ولی نکته‌ای که وجود داره، فقط ما یک لحظه این صحنه تاریخی رو میاریم که وقتی که ابو حذیفه در مقابل برادرش، پدرش و بزرگان قومش، نزدیکانش قرار میگیره، این حقیقت برابر این مقابله حق با باطل هست.
یک آیه از قرآن هست که خیلی مهمه. خدا نسبت پیامبر خودش صلی الله علیه و سلم داره میگه انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. حتی محمد صلی الله علیه و سلم میگه تو نمیتونی کسی که دوست داری هدایت کنی، این خداست که هر کسی رو بخواد هدایت کنه. اینی که خب طبیعتا ایشون دوست داشت پدرش برادرش هدایت پیدا بکنن، اما تقدیر الهی این گونه رقم نخورده بود دیگه. میگه عاقل بود پدرش، فهمیده بود، میگه خیلی از من با درک و شعور بود، اما وقتی که انسان نمیخواد بفهمه ماجرا چیه تعجب میکنه و این رو میبینه. ما وقتی که نگاه میکنیم به زندگی اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، خب اینها معصوم که نبودن، طبیعتا لغزش پیش میومده، مواردی پیش میومده، اما وقتی نگاه بکنیم رضایت خدا و رسول بر هر چیزی دیگری بر اینها پیشه داشت و خب طبیعیه که ابو حذیفه هم در رأس این جریان قرار داره، جزو شخصیت هایی است که در کنار پیامبر، در حمایت از پیامبر، در حمایت از دین و موارد دیگری. حالا مواردی گاهی در تاریخ نقل میکنن که مثلا بین کسی اینجوری صحبت شد، اونجوری صحبت شد یا این اتفاق افتاد. این نکته ایه که ما باید بهش نگاه کنیم که فریب این گونه اختلاف ها رو نخوریم. ما به عنوان یک مسلمان باید حقیقت ها رو ببینیم تا نفرت ها و تنفر ها رو. نکته چون زمان ما داره همینجور به سرعت میگذره، منم میخوام که قبل از اینکه دیگه حالا فرصت رو از دست بدیم، ابو حذیفه خب در تمام صحنه‌های جهادی کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست. در فتح مکه به همین صورت ایشون بعد کنار خواهرش قرار میگیره، هند، و خواهر دیگرش که فاطمه هست که میان پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مسلمان میشن و پیامبر بیعت میکنن. خب ایشون اینجا باز خوشحالی و شادمانی براش پیش میاد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از دنیا رفت در حالی که از ابو حذیفه و یاران خودش راضی بود و ایشون جزو به قول معروف بازوان راست پیامبر حساب میشد در همه میدانها و همه شرایطی که بود. تا زمان خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق هست که خداوند خیر و رحمت بر همه این بزرگواران بیاره، میبینیم که مرتدین گروهی پیدا شدن، شورش کردن، ارتداد کردن، هرج و مرج راه انداختن در جزیره العرب، کشتار ایجاد کردن، ادعای پیامبری کردن و شرایط رو به هم ریختن تا اینکه ابوبکر خالد رو برای به فرماندهی یک سپاهی فرستاد برای اینکه در مقابل مسیلمه کذاب قرار بگیره. ابو حذیفه هم در این سپاه هست که در این سپاه در سپاه مهاجرین هست و به عبارتی ایشون میشه گفت جزو فرماندهان مهاجرین هستش که نقل شده که میگه ابو حذیفه یحمل علی المرتدین امام المهاجرین. ایشون در برابر مرتدین بود، به عنوان یک پیشوای مهاجران حساب میشد. میگه وقتی که زید بن خطاب به شهادت رسید در اونجا، ابو حذیفه پرچم رو برداشت و در میان اصحاب پیامبر اینها رو تشویق میکرد به جنگ. میگه ای اهل قرآن، ای حافظان قرآن، الان که با اعمال خودتون، با این جهاد خودتون این قرآن رو زیبا کنید و آراسته بکنید. و این فریاد رو میزد و ایشون در میدان جنگ وارد شد تا اینکه ابو حذیفه هم در اون میدان جنگ به شهادت رسید در حالی که عمرش 53 سال بود و خب ایشون زندگی پاک و خوبی داشت و شهادت هم نصیب شد و قرآن رو زینت بخشید، همون گونه که میگفت با شهادت خودش و مقابله خودش و جهاد خودش. خب تا روز دیگه و جلسه دیگه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.